طور که شما بک‌گراند مرا میبینین، امروز آمدیم با جمع از همکاران در تپه وزیر اکبرخان. چه احساس داری وقتی که در تپه وزیر اکبرخان آمدی، جمع و جوش هموطنا را دیدی؟ طور که شما میبینین در تپه وزیر اکبرخان بسیار تغییرات هم آمده. والا الحمدلله اختر خود دیر خواندور تیر شد. پشتو بگین گپی نیست. اختر دیر خواندور تیر شد به دی ورسه که آرامی ولا من در اسلامی امارات دیر خوشحال شده است که امنیت ونیسی من دفعه. بسیار امروز ازدحام داره. هموطنای نازنین ما از 34 ولایت افغانستان اینجا حضور دارند. چه چیزای شما اینجا آماده میسازین به هموطنای عزیز ما که مثلا از خارج میآیند و خودتان هم اشاره داشتین؟ ولا ډیر خوشاله پوسی چې ډیر خلک راغلي چکر لپاره، حتی هم له خارج نه لکه ډیر کسان موږ مخکې ولیدل له بل کشور نه راغلي او موږ هم خوشاله ښه امنیت ده، خوشاله یو. بس چقدر احساس خوشی داری که جمع جوش هموطنا را میبینی؟ وطنای نازنین سلام، وقتتان بخیر. امیدوار هستم هر جای از دنیا که هستین صحت سلامت باشین. عید گذشته شما مبارک باشه. خدا کنه که جور و صحت سلامت باشین. وطنای نازنین طور که شما بک‌گراند مرا میبینین، امروز آمدیم با جمع از همکاران در تپه وزیر اکبرخان، جایی که بیشتر هموطنای ما از سراسر افغانستان به خاطر تفریح چکر گروه اینجا می آیند و یک جای تاریخی است و بسیار هموطنای نازنین ما اینجا حضور دارند. بیشتر صحبت میکنیم با کسایی که در کنار ما هستند. شما بیننده برنامه باشین و ما هم میریم کنار هموطنای ما که ببینیم چی گفتنی های دارن. سلام بیادر، وقتت بخیر، خوب هستی؟ علیکم سلام، شکر فضل خدا از شما، خوب هستین؟ خیریت بخیر باشی. اسمتون؟ اسم من زیشان است، از ولایت ننگرهار آمدیم به تفریح. خب از ولایت ننگرهار آمدیم. همراه دوستا؟ بله بله، همراه دوستای ما هستیم، اکثریت دوستای ما همراه ما است. عید گذشتهتان مبارک باشه. بر شما هم چنان تبریک باشه، بخیر سلامت باشی. چه احساس داری وقتی که در تپه وزیر اکبرخان آمدی، جمع و جوش هموطنا را دیدی؟ بسیار لذیذ است بر ما. خوب بسیار تفریح کردیم. اینجا از ننگرهار آمدیم. کابل جای خوب است، واقعیت مردمش خیلی خوب است، امنیت داره، بسیار خوب بود ماشاءالله، بسیار خوب آمدیم و احساس خوبی دارم. اصلا دیگه باشنده ننگرهار هستین دیگه، اینجا آمدین به خاطر تفریح؟ بله بله بله. یا در روزای عید به کسی عیدی دادین ندادین، یا که فقط خودتان رفتین و چکر؟ عید حتما عیدی میتی بر طفلا، بر همسایا طفلایشان، برای غریبا کمک کردیم، چیز و ناچیز خداوند قبول کنه. دیگه عیدی دادیم به مردم. اینجا یک جای تفریحی است. بله. بعد دیگه جوانا چی گفتنی داری که اینجا بیاین اما اوقات فراغت خدا با جمعی از هموطنا اینجا سپری کنن؟ بر جوانای پیغام دارم که درس تعلیم خود بخوانه و بعد از او بیاین به تفریح، بر کابل بیاین دیگه. ولایت پروان ما رفتیم، بسیار جای خوب بود. اوجا برن دیگه، خوب جای از تفریح هم کنن، در ضمن از درس خود بخوانن حتما. خودت دیگه ماشاءالله یک جوان اجتماعی هستی و تفریح و چکر بسیار زیاد خوش داری. طبعا همگی ما خوش داریم دیگه، خودت چکری معلوم میشی. بله بله، هم تو است. بله. زنده و سلامت باشی. بازم خوش آمدی که به کابل آمدی، تفریح خوب و خوش داشته باشی. بخیر باش، تشکر، سلامت باشی همچنان. بیننده های عزیز، ما امروز در تپه وزیر اکبرخان هستیم. طور که شما میبینین در تپه وزیر اکبرخان بسیار تغییرات هم آمده. علاوه از اینکه اینجا یک ساحه تفریحی است، هموطنان عزیز ما میآیند به خاطر تفریح از ولایت های مختلف.
قسمی که شما در بک‌گراند ما میبینین بسیار یک مسجد خوب هم جور شده که هموطنان عزیز ما میتونن اینجا نماز خود ادا کنن، عبادت کنن. بیشتر صحبت می داشته باشیم با هموطنان عزیز ما که در نزدیک مسجد هستند، ببینیم که قسمت بالا چی تغییرات آمده. شما بیننده برنامه باشین و ما را تعقیب کنین. هموطنان عزیز صحبت میکنیم با برادر ما که در کنار ما هستن. سلام بیادر، وقتت بخیر، خوب هستی؟ شکر خدا است، دست خوب هستی. خب اسمتان همی طرف بریم صحبت کرده بیا. خب اسمتان خیرالله است، حسوت خیر. خب این طرف استا چمیم که همی مسجد هم بیایه و جمع جوش هم وطنا را هم ببینیم. خودتان از کدام ولایت آمدین؟ از ولایت کابل همینجا هستم. خب باشنده کابل هستین؟ خودت کارمند هستی اینجا یا ای که به خاطر تفریح آمدی؟ به خاطر تفریح آمدم. خب به خاطر تفریح آمدی. این چگونه سپری شد؟ والا الحمدلله اختر خود دیر خوندور تیر شد. پشتو بگین گپی نیست. اختر دیر خوندور تیر شد به دی ورسه که آرامی ولا من دا اسلامی امارات دیر خوشحال شده است که امنیت ونسی من دفعه. خود تپه وزیر اکبرخان آمده، باشنده می کابل هستین. چقدر تفاوت میبینید در ای که سالای قبل ایت چگونه بود و امسال چگونه سپری شد؟ والا الحمدلله د دیر وخت نه دیر خو په خو وخت کې به یو چاودنه یا اتمنی هغه کېده خو سکه الحمدلله دا دوه کاره اسلامي امارات چې دا درې کاره وخت ونیوه ان شاء الله په اخترو کې داسې امنیت نیولې ده ان شاء الله داسې بریتو هغه ان شاء الله و نشو. موږ د اسلامي امارات نه ډیر خوشاله چې امنیت ونیسي. خدا را شکر که امنیت در سراسر افغانستان تامین شده. بسیار زیاد تشکر، سلامت باشید. هموطنای نازنین، قسمی که شما میبینین تپه وزیر اکبرخان بسیار امروز ازدحام داره. هموطنای نازنین ما از 34 ولایت افغانستان اینجا حضور دارند و چند روزی از عید گذشته و احتمالاً به خاطر تفریح و گذراندن وقت فراغتشان آمدین اینجا. بیشتر صحبت می داشته باشیم با برادر ما که در کنار ما هستن، ببینیم که از کدام ولایت آمدن. سلام بیادر، وقتت بخیر، خوب هستی؟ خوب هستی، بخیر، صحت خوب، خیریت. سلامت باشی. اسمتون؟ عبدالله. عید گذشته تان مبارک باشه. شما همچنان بخیر باشین. خب تپه وزیر اکبرخان آمدین، چه احساس دارین؟ جمع جوش هموطنان رو ببینین؟ ما اینجا مربوط از اینجا میشیم، ما اینجا کار میکنیم. در بخش آیسکریم است از ما. دیگه کانتین مربوط ما میشه و کانتین مربوط ما میشه. دیگه فعلا اینجا خودمون کارگر هستیم. خب چطور از باز کار و بارتان؟ خوب است، بد نیست. بیشتر مراجعینتان از کدام ولایت ها حضور دارند و اینجا شما پذیرایی ازشان میکنین؟ دیگه ولایت ها دیگه من از سمت بدخشان است، مزار است، هرات است. بسیار خوب. دیگه حد من اینجا مردم از کانادا میان، از هلند میان. بیشتر خارج از دیگه. بیشتر کسایی که در خارج هستن اینجا میآیند؟ بله. خودت چند سال میشه که اینجا کار میکنی؟ ما دیگه تقریبا یه از روزا بابات که من اینجا آمدیم. خب نو آمدی دیگه؟ خب چی چیزای شما اینجا آماده میسازین به هموطنان عزیز ما که مثلا از خارج میآیند و خودتان هم اشاره داشتین؟ از ما دیگه چیز نیست دیگه، آیسکریم است، برگر است، بولونیست است، دوغ است، دیگه سمبوسه و چیز است، مواد خوراک است. خودتان کدام غذای افغانی را اینجا آماده میسازین یا خیر؟ از ما دیگه غذای افغانی از ما کرایی است دیگه. کرایی است؟ بله. خودت کدام شب پخته میکنی؟ ما پخته نمیکنیم، از ما آیسکریم مربوط ما میشه. آیسکریم جور کرده میتونی؟ بله. خب حالا دیگه فصل آیسکریم آمد، هوا گرم شده، دیگه چند نوع آیسکریم آماده ساختی و قرار است آماده بسازی؟ فعلا خود دیگه آمادگی است دیگه، برقا نیست فعلا. دیگه از ما 4 تم است. 4 تم؟ بله. کدام تم را آماده میسازی؟ تم کیله و قیماق است، هم است، کاکائو است، تو زمینی است. باز پذیرایی هموطنان چگونه است از طرف شما؟ خوب است دیگه. بعضا دیگه اینجا من تلاشی میتونم داخل من دیگه پذیرایی ازشون میکنیم، هر چی که میخورن فهمیدی آماده است. آماده است دیگه. بخیر سلامت باشید، در کار و بارتان برکت باشه بیادر.
بازم بسیار صحبت‌های شیرین می داشته باشیم همراه هموطنان عزیز ما که از ولایت‌های مختلف اینجا حضور دارن. شما بیادر نزدیک استاد شوین. بیادر اسمتان عید گذشته و گذشته‌تان مبارک باشه. خیر من ټول نمخ کې تاسو نن د اختر مبارک تاسو د همکارانو نوم مې رفیع الله د کندوز ولایت ما راغلی کابل ته په چکر باندې. خب چند روز میشه خودت آمدی کابل؟ تقریبا 3 ورځې کېږي چې راغلی کابل ته د ماما زمونو کرم دلته راغلی اوس راغلی د بیمارو ته پیته. خب چگونه دیدی وقتی که آمدی؟ بسیار هموطنان عزیزه که اینجا ما میبینیم هر کدامش عکس میگیره ویدیو میگیره اما اوقات خود بسیار به خوبی سپری میکنه. خودت چی احساس کردی؟ ولا ډیر خوشاله وي پوسې چې ډیر خلک راغلي چکر لپاره حتی هم له خارج نه لکه ډیر کسان موږ مخکې ولیدله له بل کشور نه راغلي او موږ هم خوشاله وي خام نیت ده خوشاله وي بس. خب عید چگونه سپری شد؟ آیا عید در کابل بودین یا که در ولایت بودین؟ والا اختر خو خپل خپلوانو سره خې پوسې اوس خپلوانو سره خو یو ورځ همالته تېره کړه اوس راغلو دلته ماماګانو کره مې کابل کې اوس دلته هم خوشحاله یو بس چکر ده بس. خوش شدیم بسیار زیاد تشکر خوش آمدین به کابل. مننه خیر تاسو نام مننه. و همچنان صحبت میکنیم با دیگه برادر ما که اینجا حضور دارن. سلام بیادر خوب هستی؟ سلام علیکم. اسمتان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اسدالله هستم از ولایت غزنی. خب امروز روز چندمتان است که شما در کابل هستین یا که همینجا همراه فامیل زندگی میکنین؟ امروز روز سوم است. خب روز سوم است؟ همراه فامیل آمدین یا با دیدن دوستا آمدین؟ نه همراه فامیل آمدیم. خب همراه فامیل آمدین. خب شما از دیگه ولایت آمدین چقدر احساس امنیت کردین در کابل و در دیگه ولایتی که زندگی میکنین؟ احساس امنیت ماشاءالله خوب است. دیگه ما خوشحال هستیم که آمدیم تفریح. خودت چه احساس میکنی که جمع و جوش هموطنا را میبینی و اینجا یک جای تفریحی است و با کسایی که در بیرون از افغانستان هستن چقدر اطمینان میدی؟ خوش هستیم نسبت به هر سال امسال بار جمع و جوش کمتر است و خوب است. مملکت خود ما است کشور خود ما است تفریح هم اینجا باید کنیم. بسیار زیاد تشکر سلامت باشی. هموطنان نازنین باز هم صحبت می داشته باشیم که چند تن از برادرها در کنار ما حضور دارند در مورد ای که در پی وزیر اکبر خان اینجا آمدین بیشتر با خودشان صحبت میکنین. سلام بیادر وقتت بخیر خوش آمدی خوب هستی؟ علیکم سلام خوش باشین بخیر باشین. اسمتان؟ اسمت الله شیرزای. از کدام ولایت آمدین؟ از ولایت غزنی آمدیم با پسر خالم و اینجا به چکر آمدیم. بعد از این دیگه تصمیم گرفتین که بخیر به چکر بیاین؟ دیگه به عید آمده بودم دیگه تا حال بچه خالم بودم دیگه چکر آمده بودم اینجا. جمع و جوش جوانا را میبینی ماشاءالله آب و هوای اینجا چگونه بود؟ چقدر احساس راحتی کردی؟ و جوانا را میبینم بسیار زیاد خوشحال هستم که یک امنیت آمده در افغانستان و احساس خوشی را دارم. بسیار زیاد خوش هستم از این تفریح جا لذت خاص میبرم. بسیار زیاد دیگه خوش هستم. خب بازم خوش آمدی به کابل و ای که بعد از عید آمدی اینجا و چقدر احساس راحتی میکنی از امنیت گفتنید به دیگه کسایی که در خارج از افغانستان هستن چقدر احساس امنیت برشان میتی که اینجا بیاین و تفریح کنن مانند خودت لذت ببرن؟ پیام ما به هموطنای ما اینمی است که از خارج بیاین دمی افغانستان خود. افغانستان باید ما و شما بسازیم. باید امی افغانستان با ما ضرورت داره. زنده باشی بازم خوش آمدی. خیلی خرسند شدیم که با خود صحبت کردیم. تشکر زنده و همچنان صحبت میکنیم با دیگه برادر ما که در کنار ما هستن. سلام بیادر خوب هستی؟ سلام خوب هستی جان جور صحتت خوب چیه؟ سلامت باشی زنده باشی. اسمتان عید گذشته شما مبارک باشه. عید گذشته خودتان مبارک. راشد هستم از کابل. خب راشد جان خودت چی کار میکنی و امروز ما میبینیم که آمدی به تفریح چقدر احساس خوشی داری که جمع و جوش هموطنا را میبینی؟ امروز بچه خاله تام آمدی؟ بله دیگه خوب است جمع جوش ضیاف است دیگه مصروف کاربار درس مکتب دیگه
شغل ما دیگه خیاطی است. اینم کاربار خود است. خب خودت خیاط بودی و من احساس میکنم که در نزدیکیت خیلی خسته‌ام شدی و آمدی که رفع خستگی کنی. بله بسیار دیگه امو خیاطی یک ذره جنجال داره دیگه. خب باز دیگه حالا آمدیم یک ذره طبیعت کنیم که اینجا دیگه جوانا رو میبینیم، دوستا رو کت بچه خالم آمدیم یک دفعه اینجا بگردیم ساعت ما. باز ساعت تیر شد چکر کردی؟ بله یا چطور نه بسیار هوای خوب است. آمدیم دوستا زیاف است دیگه، جمع جور زیاف بود. خیلی دیگه نشان میده که خودت بسیار میهمان نواز هستی. بچه خالد که از دیگه ولایت آمده ایرا آوردی به چکر. بله یا دیگه خوب بچه خاله از دیگه نمیشه که در خانه باشیم دیگه آوردیم میشه اینجا یک دقیقه بگردیم. در خودت خیاط هستی، باز در نزدیکاییت پیسه خیاطی را خود زیاد نمیگرفتی، حالا دیگه کمره است باید راست بگویی. نه خیر نه، از ما خاص کالای محفلی است، کالای زنانه میدوزین؟ بله یا کالای شیرینی خوری و محفلی است دیگه. حالا دیگه تا فعلا هم کاربار هستیم. خب زنده باشی، بخیر باشی راشد جان. زنده باشی قربان. وطنای نازنین، باز هم در کنار ما یکی از برادرایی که در تپه وزیر اکبرخان به خاطر تفریح آمده صحبت میکنیم. سلام بیادر، وقتت بخیر، خوب هستی؟ علیک سلام، ستړي مسیح څنګه است؟ بخیر است؟ خیریت دی؟ اسمتان میشه خودتان معرفی داشته باشیم تا هموطنان عزیز ما بیشتر شما را بشناسن. د هلمند ولایت یم، د ګریش د ولسوالۍ یم، نوم یې علا نظر دی. خب علا نظر جان، شما به خاطر تفریح کابل آمدین؟ و موږ د تفریح دپاره راغلي وزیر اکبرخان ته، نو ښه تفریحي ځای دی، دلې راغلي یو چې ساعت مو تیر سي دلې په وزیر اکبرخان کې. چند روز میشه که خودت آمدی به کابل و چقدر لذت بردی که امروز آمدی به تپه وزیر اکبرخان؟ یو 4-5 ورځې کېږي چې کابل ته راغلی یم، نو نن مې اوله ورځ ده چې وزیر اکبرخان ته راغلی یم. نور منظرې او تفریح مې په کابل کې کړي دي. خودت چند روز سپری میشه ازید؟ خانه خویشاوندا رفتی، خانه اقاربا رفتی، آیا خودت امیدی دادی ندادی؟ اگر ندادی که مزد بگیرم. او خپل خپلوانو کورو ته ولاړو، د هلمند چې رالو نو د انډیوالانو سره وګرځېدلې. کابل کې مو د دې انډیوالانې کورونه دي، د دې منظرې وکړلې، د اختر مبارکي مو ورته ورکړله. خودت از ولایت هلمند اینجا آمدی، چندین ولایت طی کردی، چقدر احساس امنیت کردی؟ اگر از امنیت بر ما بگویی که از ولایت هلمند تا کابل آمدی و با کسایی که خارج از افغانستان هستند چقدر اطمینان میدی که در افغانستان امنیت برقرار شده و ماشاءالله جوانان میآیند تفریح میکنند؟ موږ دا ډاډ ورکولی سو چې په کابل کې په ټول افغانستان کې ښه امنیت دی. موږ چې کابل ته راغلي، د کابل څخه کاپیسا، پروان، پنجشیر، جلال آباد دو ولایتو ته موږ تللي، ډېر امنیت دی. د افغانستان اسلامي امارت ډېر ښه امنیت راویستلی دی، خو ټولو نړیوالو هیوادوالو ته موږ دا اطمینان ورکوو چې افغانستان بالا انشاءالله د خیر سره په امنیت کې دی. زنده باشی، بازم خوش آمدی، عید گذشتت مبارک باشه بیادرم. تاسې دې مبارک وي. بخیر باشی، خداحافظت. سلام بیادر، خوب هستی؟ جانت جور هستی؟ عید گذشتهتان مبارک باشه. و علیکم السلام، خواهر جور باشین، عید گذشته شما هم مبارک باشه. بخیر. نامتان باشنده کدام ولایت هستین؟ نام عظیم الله، از ولایت غزنی هستیم، در کابل کارتنو زندگی میکنیم. خب چند سال میشه که کابل زندگی میکنی خودت؟ تقریبا 12 سال میشه اینجا در کابل ما زندگی میکنیم. عید چگونه سپری شد در شهر کابل و امروز که ما میبینیم آمدید در تپه وزیر اکبرخان، چقدر برات خوش گذشت؟ عید خوب بود. ما رفته بودیم غزنی، از ما اینجا خانه ماست، اونجا خانه بابا و کاکایی است. ما غزنی رفته بودیم، در اونجا هم چکر زدیم. دین روز آمدیم کابل، امروز با اندیوالا اینجا تپه وزیر اکبرخان آمدیم، گفتیم هم رفتی غزنی و هم آمدی در کابل تفریح میکنی؟ در غزنی هم پکتیکا دیگه ولایت هم رفتیم تفریح کردیم. امروز امرا با اندیوالا اینجا آمدیم. خب بسیار خوب. دوستا و کسایی که دور و بر ما هستن، اینا از اقاربایتان است یا که دوستایتان از شهر کابل؟ اینا که هستن هم صنفی هم هستن و اینجا همسایه ما است، اندیوالا هم است. خودت صنف چند مکتب هستی؟ خودم صنف 12 مکتب است. خب کدام مضامین تا خود زیاد دوست داری؟ مضامین بیولوژی. خب بیولوژی. کدام شعر داشته باشی، ترانه داشته باشی، پیام داشته باشی، کمره ما در خدمت است. شعر و ترانه خوی تا خاص نیست. خب هیچ یاد نداری؟
یاد داریم خوب چی رقم شعر بخوانیم؟ خب هر قسم که پشتو یاد داری، انگلیسی یاد داری، هر قسمی که یاد داری یک شعر به خاطر تحفه عیدی به هموطنات. ایرا میگیم که برای کل افغانا و کل وطندارای ما عید گذشته مبارک و برای کل اینا میگویم که به اطفال و بزرگای ما میگیم که به درس و تعلیم خود پیشرفت بده و دولت انشالله حال وطن د آزادی است و د امن است. کل افغانا را میگویم که خود به یک جای برسانه. خب بسیار یک پیام نیک داشتی. شعر و ترانه دیگه یاد نداری؟ یاد داریم خوب است. حالا فعلا دیگه به یادت نیست؟ دیگه تا جای زیاد آدم میره. خب اینجا دیگه زیاد رفت. خیر باشه باز بخوانین دیگه، حالا فرق نمیکنه. زنده و سلامت باشی. خیلی خوش شدیم. شما هم زنده. خب بیشتر صحبت میکنیم با یکی از برادرای ما که در کنار ما هستن. سلام بیادر، وقتت بخیر، خوب هستی؟ سلامت باشی، بخیر باشی. در ابتدا اگر خودتان معرفی کنین که کسایی که دور و برتان هستند برنامه را میبینن خودتان بیشتر بشناسن. اسمتان؟ اسم ما محب الله است، از کنر ولایت هستم. خب شما از ولایت کنر آمدین؟ نه، زما کورم دلته ده په نهمه ناحیه کې اوسېږم، پکتیاکوټ سیمه کې اوسېږم او دلته چکر د پاره راغلی یاستو. بس د دوستان دي، د منظره وګورو، د دغه وګورو، مسجد ته راغلو، د بیرغ مو لیدو، نور بس د دې ځای د ماحول کې ګرځو راګرځو خوند ته اخلو. نو خودتان از مسجد یاد کردین، از منظره های زیبا یاد کردین که هموطنای ما که در بیرون از افغانستان هستن به اونا چی گفتنی داری که مثل خودت بیان اینجا لذت ببرن؟ زه هغه بیرونی خلک چې دي هغوی ته دا وایم چې وروره تاسو نور د بیرون نه څه لاسته نشئ راوړی، راشئ دا داخل د افغانستان جوړ کړئ. که تجاران دي، که نور غټ خلک دي، غټ غټ شخصیتونه موږ لرو، قدرونه موږ لرو چې په خارج کې دي، په دغه مملکتو کې دي، هلته هغوی ته فایده رسوي، خو زموږ د افغانستان خلکو ته فایده نه رسوي. باید د افغانستان خلکو ته فایده ورسوي. خو را دي شي ګوره دیو که د طالب نه ډارېږي، طالب نه باو دی نه څوک دی، څوک خوري نه. طالب کم خلک وخوړل؟ دا دلته د دنیا خلک ګرځي، کم یو خوړو خلکو پراته دی، عمل ته په خارج کې پراته دی، را دي شي دلته دی راشي د افغانستان دی جوړ کړي. ما هم خوش میشیم که هموطنای ما اینجا بیاین و همگی ما در کشور زندگی کنیم. خب شما از چند روز سپری میشه که عید گذشته، آیا با دوستا، رفیقا، کسایی که طفل هستن ایدی دادین ندادین؟ ایدی را خو ما اول از شما میگیرم، فهمیدین؟ اول خود تاسو نه ایدی اخلم، ما ته به ایدی را کوی. نه دیگه شما باید به من ایدی بدین. گوش کو چی میگم، اول خود تاسو نه ایدی اخلم ځکه چې زم دغه چینل لرو نو چې سیم لرل نو موږ به تاسو ته درکړی وي. پس بعد از برنامه انشالله بخیر از همکارای میگیریم به شما میتم و باید شما برنامه اینجا دمروی کامرا بتین. سلامت باشین همشیره. بازم خوش آمدین، خیلی خرسند شدیم که همراهتان صحبت کردیم. سلامت باشین. هموطنان نازنین، طوری که شما اینجا میبینین امروز ما در تپه وزیر اکبرخان شهر کابل هستیم که تپه وزیر اکبرخان یک ساحه ای است که بیشتر هموطنان نازنین ما که در داخل افغانستان هستند، در بیرون از افغانستان هستند، با این ساحه آشنا هستند و اینجا یک منطقه تاریخی است و یک جایی است که بیشتر هموطنان ما از 34 ولایت افغانستان به خاطر تفریح و گذراندن وقت فراغتشان میآیند که شما در جریان برنامه مشاهده کردین که از ولایات مختلف جوانان اینجا گرد هم میآیند به خاطر سپری کردن وقت فراغتشان. و نه تنها ای که اینجا یک جای تفریح است، بلکه در اینجا یک مسجد هم ساخته شده که بسیار یک مسجد مدرن است و بسیار مقبول ساخته شده که شما هم میتونین در اینجا بیاین، هم تفریح کنین و هم عبادت کنین. و یک نکته بسیار مهمی است که اینجا ساحه بسیار پاک است و یک ساحه تفریحی است که بسیار آرام بخش است و همچنان نه تنهایی که
بیشتر هموطنای ما که از خارج از کشور میآیند میتونن اینجا بیاین و از این ساحه زیبا دیدن بکنن. خدا کنه هموطنای نازنین که برنامه‌ای که ما برای شما تهیه کردیم مورد پسند شما قرار گرفته باشه. برای دیدن بیشتر برنامه‌های ما چینل یوتیوب سلک رو تایم لایک کنید، سابسکرایب کنید و نظریاتتان با ما در کامنت شریک بسازین. تا برنامه بعدی، الله حافظ و نگهدار.